سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه در کانال من، یعنی شیوا دیلی لایف. از اونجایی که خیلی توی دایرکت در مورد مخارج ترکیه و هزینه‌های ماهانه توی ترکیه سوال کرده بودید، تصمیم گرفتم یه ویدیو درست کنم بهتون بگم که من در طول ماه چقدر هزینه زندگی میشه که یه برآوردی بکنید و یه چیزایی دستتون بیاد. قیمت میوه و سبزیجاتی که معمولا به صورت هفتگی میخریم و معمولا هم بین 500 تا 1000 لیتر خرید میکنیم هر هفته برای خونه، و اون چیزایی که هر هفته برای خونمون میخرم مثل پیاز و سیب زمینی و خیار و گوجه و حالا یه 2-3 مدل میوه رو قیمتاشو بهتون نشون میدم. راجع به هزینه‌های دیگه زندگی مثل اجاره خونه، هزینه اینترنت یا هزینه قبوس و ما بقیه هزینه‌ها با هم دیگه صحبت میکنیم. مطمئنم با دیدن این ویدیو تمام سوالاتون رو جوابشو میگیرید و تا یه حدودی دستتون میاد که یه ماه زندگی در ترکیه چقدر هزینه داره. پس حتما تا آخر ویدیو با من باشید که میخوایم با هم دیگه بریم بازار ببینیم چه خبره. اینجا مثلا سیب زمینی رو گذاشته 4 کیلو 50 لیتر. این سیب زمینیه، اینم پیازه. soğan ne kadar? 20. پیازم کیلویی 20 لیره. هفته پیش ما سیب زمینی رو خریدیم کیلویی 15 لیره. پرتقال و نارنگی کیلویی 25 لیر و 30 لیر. اینجا هم برای تست گذاشتن که بخورید ببینید خوشمزه است یا نه. گلابی کیلویی 30 لیر. موز کیلویی 40 لیر. انگور کیلویی 40 لیر. اینجا نارنگی شیرین و پرتقال شیرین رو گذاشتن کیلویی 15 لیر. سبزی خوردن هم دارن. سبزی ها اینجا بچه خیلی گرونه. شیوید الان دونه 5 لیر زده، اینا دونه 15 لیر. جعفری هم باز دونه 5 لیره. خوبه قیمتش، باید بیام بگیرم ازش. بعضیاشون هم اینجوری محصولات باغچه خودشون رو میذارن برای فروش. چه بامزه است. اینجا شلغم و تربچه و اینم لبوه که نپخته است. توی ایران معمولا تو بازاراشون پخته شدهشو میفروشن. اینم کرفسه که اینجوری با ریشه میاد. گوجه فرنگی کیلویی 50 لیر. توی زمستون گوجه و خیار خیلی گرون میشن. اینم یه مدل گوجه دیگه است که گوجه محلی شونه. معمولا از گوجه های معمولی گرون ترن، ولی الان جفتش یه قیمت مثل این. لوبیا سبز کیلویی 50 لیر. بادمجون کیلویی 30 لیر. اینجا گردو رو گذاشتن کیلویی 120 لیر. کدو حلوایی هم اینجوری تیکه شده تمیز شده میفروشن. خنزر پنزر فروشی هست که همه چی دارن، یعنی هر چی فکرشو بکنین اینجا هست. ببینید چه کدوهای کوچولویی دارن، خیلی بامزن، اندازه خیار سبزن. یه اژدها که توی ولاگ قبلی دسرشو تست کردیم کیلویی 30 لیر. اینجا از درشت و کوچیک جداش کردن، 60 لیر و 30 لیر و 20 لیره. آووکادو هم دونه 30 لیر گذاشتن. موز هم کیلویی 40 لیره که قیمتش خوبه. الان من 1 کیلو بخرم برای ویهان، دوست داره.
مدل قارچه به اسم قارچ صدفی. کیلو کاچ؟ کیلو 150. 150. کیلویی 150 لیره بچه ها. مدل های مختلف قارچ. اینم خرمالوی خوش شده است که قبلا بهتون معرفی کردم. اینجوری تو بازار میفروشن. اینجا هم انواع پنیر و کره و ماستای چکیده است. ببینید اینا پنیره، کیلوی 260 لیر، 300 لیر، 340 لیر. اینجا هم که انواع زیتون. تخم مرغ شونه 140 لیر. اینجا به هم دارن کیلوی 25 لیره، خیلی خوشمزه است. کلا ترکیه بهاش خیلی خوبه دیگه. حالا الان دارم 1 کیلو میخرم. اینم هست، نمیدونم چیه، سیب ترشیه، سیب زمینیه، نمیدونم چیه. فکر کنم از این سیب زمینی هست که میریزن توی ترشی. سیب ترشیه فکر کنم. کیلوی 40 لیر. بچه اینجا رو ببینین، خیار کیلوی 50 لیر، کدو 25 لیر. این لوبیا سبز هم کیلوی 70 لیره. لیمو ترش کیلوی 15 لیر. انارم کیلوی 30 لیره. سلام بچه ها، من برگشتم خونه با اینکه اصلا قصد خرید نداشتم، ولی وقتی رفتم بازار دیدم جنسا خیلی تازه و قیمتاشون هم خوبه. یه مقدار خرید کردم. 1 کیلو به خریدم کیلوی 30 لیر و 1 کیلو هم از این گردوها خریدم کیلوی 120 لیر. گردوی تازه پوست کاغذی بود. حالا بریم سراغ بقیه مخارج که همون خرج قبض آب و برق و گاز میشه، لوازم آرایشی و بهداشتی، اینترنت و اجاره خونه. اینا رو بهتون میگم که شما بتونید یه برآوردی بکنید و ببینید کلا روی هم دیگه چقدر هزینه برمیداره یه ماه زندگی در ترکیه. خب حالا میریم سراغ ما بقیه هزینه ها، یعنی اجاره خونه، قبض اینترنت یا قبض آب و برق و گاز و هزینه هایی که بابت پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی در ماه انجام میدیم. توی شهر ما یعنی دنیزلی تمام اجاره خونه ها ما بین 7000 لیر به بالا هستش، یعنی خونه از 7000 لیر کمتر دیگه نداریم. خونه هم 2 مدل هستن، بعضیاشون خالی و بدون وسیله مثل خونه ما که ما اینجا رو خالی گرفتیم و وسایلش رو خودمون خریدیم، الان داریم ماهی 15000 لیر اجاره میدیم. اما بعضی خونه هم هستن که خیلی خیلی کوچولو و کوچیک‌ترن، ولی چون وسیله مال خود صابخونه است و داخل خونه چیده شده اجاره هاشون بالاتره که الان از ماهی 7000 لیر خونه‌های یه خوابه کوچولو داریم به بالا. باز اونم بستگی به خونه‌ای که میگیرید داره. قبض اینترنت رو ما ماهی 700 لیر داریم پرداخت میکنیم، اما دیگه دانلودش نامحدود هستش و دیگه هر چقدر که بخواین میتونین فیلم و سریال یا هر چیزی دانلود بکنین و ماهی 700 لیر پرداخت میکنین. یه مودم و یه دستگاه براتون میارن که وصل میکنن به تلویزیون و میتونید از طریق همون دستگاه شبکه‌های تلویزیونی رو هم تماشا بکنید. قبض آب و برق و گاز هم برای ما هر ماه ما بین 1500 تا 2000 لیر میاد. البته ما اصلا شوفاژ روشن نمی‌کنیم با اینکه زمستونه، به خاطر اینکه خونمون خیلی بزرگه. اگه شوفاژ روشن بکنیم خیلی هزینه گاز زیاد میاد. توی ترکیه هم گاز خیلی گرونه و تنها وسیله گرمایشی که داریم یه دونه بخاری برقی هستش و شبا هم پتو برقی استفاده می‌کنیم که اکثرا توی ترکیه پتو برقی خیلی طرفدار داره و بیشتر به خاطر همین استفاده می‌کنن. و در مورد لوازم آرایشی بهداشتی و پوشاک هم، لوازم آرایشی بهداشتی که من بعضی وقتا مثلا میشه یه ماه اصلا هیچ خریدی نمی کنم، یه ماه هم یهو 1000 لیر مثلا پرداخت میکنم بابت خرید ماسک مو و کرم مرطوب کننده و شوینده و اینجور چیزا. اونم حالا اگه بخوایم نرمالش رو حساب کنیم میتونیم بگیم ماهی 500 لیر پرداخت میکنیم بابت لوازم آرایشی بهداشتی. و در مورد پوشاک خیلی قیمت ها متنوع. مثلا شما اگه به چهارشنبه بازار میتونید یه جفت کفش رو از قیمت 200 لیر به بالا بتونید بخرید، یا لباس همینطور. توی بازار هفتگی معمولا قیمتاشون خیلی مناسب تره، مثل لباسایی که من چند روز پیش برای ویهان خریدم. این شلوارا رو من این هفته از چهارشنبه بازار برای ویهان خریدم، دونه 125 لیر. خیلی ضخیم و خوبن، داخلشون هم قشنگ حالت چیز داره، پرزمانند داره و فوق العاده گرمن برای زمستون.
و 3 تا دونه براش خریدم. این 3 تا شده 375 لیر. منتها همینا رو اگه مثلا از مغازه بخوایم بخریم دونه 200-300 لیر باید پول بدیم. یا مثلا این بلوز بافتو من توی چهارشنبه بازار خریدم 350 لیر که همینو مثلا توی فروشگاه ممکنه 500 لیر یا 600 لیر بفروشن. میگم همه چی بستگی به این داره که شما از چه بازاری چه فروشگاهی خرید بکنید. معمولا بازارهای هفتگی خیلی خیلی قیمتشون مناسب‌تر از فروشگاه است. میتونید از اینجور بازارها خرید بکنید که قیمتش براتون کمتر بیفته. بله دیدید که من توی بازار هفتگی خیلی با قیمت‌های مناسب‌تر تونستم لباسا رو تهیه بکنم که قیمت فروشگاه مطمئنا از این قیمت‌ها خیلی بالاتره، ولی توی بازار مثلا کفش رو از 200 لیر به بالا میتونید پیدا کنید، لباس از 150 لیر به بالا میتونید پیدا کنید. کلا قیمت‌ها متنوع هستش و منم ممکنه 1-2 ماه اصلا هیچ لباسی یا پوشاکی نخرم، ولی یه ماه هم یهو میبینیم مثلا نزدیک 3-4 هزار لیر بابت لباس پرداخت میکنیم. البته که من بیشتر هزینه‌های زندگیم بابت ویهان خانواده‌ای که بچه کوچیک دارن، مطمئنا هزینه‌هاشون از خانواده‌های نرمال بیشتر میشه، به خاطر که من لوازم تحریر براش بعد بخرم، لباساش مرتب براش کوچیک میشه بعد دوباره براش بخرم، یا مثلا شلواراشو چون خیلی هی میدوه این برمر خودشو با زانو میکوبه زمین، هی مرتب سر زانوی شلوارش پاره میشه دوباره مرتب بعد براش بخرم، یا خوراکیایی که در طول روز دلش بهانه میگیره و میخواد و باید براش تهیه بکنیم. مطمئنا هزینه زندگی افرادی که بچه کوچیک دارن نسبت به خانواده‌های نرمال بالاتره، ولی برای یه خانواده معمولی 2 نفره بدون بچه معمولا بین 25,000 لیر تا 35,000 لیر متغیره. باز بستگی به سبک زندگیشون داره، چقدر رفت و آمد کنن، چقدر مهمونی برن و مهمون بیاد خونشون، ولی نرمالش در همین حد هست. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا حدودی قیمت‌های ترکیه دستتون بیاد و بدونید که توی ترکیه یه زندگی نرمال چقدر هزینه بر هستش و تا حدودی سوالاتون رو تونسته باشم جواب بدم. اگه بازم سوالی دارید حتما برام توی کامنت ها بنویسید. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید که من انرژی بگیرم براتون ویدیوهای بهتر و بیشتری تولید کنم. خیلی دوستتون دارم، ممنونم که کنارمین. تو ولاگ بعدی و ویدیوهای بعدی حتما میبینمتون. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید، من تمام کامنتاتون رو با عشق میخونم. خیلی دوستتون دارم، تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.